أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظیم. الله تعالی فرمایش کند شما هرگز به نیکوکاری نرسید یا نیکوکار گوشه نبید تا زمانی که اعمالی را که شما را گویای محبت هستند در راه الله متعال خرج و انفاق میکنید. سروران گرامی، موضوعی که باعث بود من شما خدمت حاضر بوان و چند کلمه ایراد بکنان، یک مسئله بسیار دردآور هستند مال یک خواهر محترمه که تقریبا در ماه مبارک رمضان بنده جهت مأموریت برای جمع‌آوری کمک برای مدرسه دینی به زاهدان ربطتم که در همین مدت به یک شمی گروه های واتساپی تا یک خواهر محترمه تقاضای کمک کو که لحتش جوانان آیه را تکذیبش کو و ایشی برای من بسیار ناراحت کننده. من گویا جوانان هشدار ده که شما اگر کار خیری انجام ندهید جلوگیریش کار خیری مکنید. گویا آمان گوشتی که ایشان شهمی راه لوٹند که به هر حال برای وقت درآمدی جمع کنند تو یک کار منبع درآمدی برای آوان هستند. چون من زاهدانتون من اشترا قول ده که من انشاءالله شن نزدیک روانو یک ملاقاتی کنن گویی خانواده و اگر صحت و سقمی برای ما مشخص بود به اطلاع شما سروران رسینان. اما چون که مثل شلوغت و مدتی ما بیهوش کرد و قبلش عید فطر مأموریت به اتمام رسید و ما لورتیم برگردین بنا به یک مسئله ما منتن تعیید روچا شاید خواست خدا همشیت. عید روچا ما یک تاکسی سوارتین و یک جوانی هم به هما محل و به هما کوچه و لوٹه برو گما سوار بود. به هر حال یک یادآوری برای ما بود و من به این شعر سادی بمنی ذهنه تها یهد که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. اشرا من وطرا خطاب قرار داد و وطرونگو. به هر حال ما ربطین و نزدیک ما ملاقاتین کو خانواده محترم را به هر حال واقعا نیازمندتند. هم پس بیمارت و هم ماس خانواده بیمارت و هم به هر حال فرزند اشانی محصلتن تو اشانی گس به کشاورزی تها بلوار کشاورز 8 ظاهرا فکر کنن بین میلان 7 و 9 هر کسی که لوٹی ملاقات کن تو دبرات اشانی منزل همود هستن و یک اشان یک گوهاری مک بی خانواده تا هستن اشانی زهگند ای دانشجویم و ایاب و زهاب هم مشکلند ماه 3-4 میلیون اشان اجاره خانه و دهند و پس ماسی خانواده و هم به هر حال شما خدمت عرض کنن که بیمار هستند و واقعا نیازمند کمک هستند. من به هر حال نلوتن باز خبر دهن که خبربازین هم سودی ندارید و ایشان هم که شما خدمت عرض کنن همین مدارکی که برای ما دیمش دادن مدارک پزشکی همین خانواده هستند. شما خدمت عرض کنن من ایشانند که بچاریتش و هر عزیز لوٹی که نزدیک بچاریتش اسکرین شات گیرت بچاریتش. ایشان همی تک مدارک پزشکی ہیں کہ دیمش داتا گا و ایشی هم که همی شماره کارتیں کہ دیمی داتا کہ آخری اکم که خانه نهند و ما ادا به برگه سرا نوشتا یہ شماره کارت 6037 69 76 92 06 87 26 به نام حمیده ریگی بانک صادرات هستیم. و اما عرض کنم شما خدمتا ایشی هم که به هر حال هم یک تاییدیه این که اشترش تایید کرده هم یک کارمند آموزش و پرورشی که ده شماره هستن ما قبلا گوشی هم تماس که یه واجه هم تایید کرده هم آدرس در ما را به هر حال دقیق دا تو خلاصه شانی درخواستی که داتش و هم تایید قرار گرفته ایدن هستن. هم شما خدمت عرض کنن هر عزیزی که لوٹی بزان تو به هر حال اسکرین شات بگیر تو بخوانتی هم جهلگ هم تایید بیته. بله عزیزان به هر حال واقعا اشارت گروهانی تا تمام گروهانی تا پخش بکنید تا هر کجا که شما دسترسی دارید به گروهانی تا اشاره پخش کنید. این خانواده واقعا نیازمند هستن و ایشی برای ما و شما صدقه و بیت و اگر که یک خانواده دل خوش ببید گویا آمقا الله تعالی شما شما راضی بید. خواهر بلوچ من شما هستند واقعا نیازمند هستند. شما دست خداوند دیگه کاری بر نیاد و می فقط همین خبرند و همشی که حدیث تا هستند
من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله، کسی که یک شخص را دلالت به کار خیری بکند، همه اجر که فاعل و کننده کار خیر رسی دلالت کنو و راهنمایی کنو که هم رسید. ما یه خبر به شما رسید و شما عزیزان به هر گروهی تا اشرا انشالله بجنید سیوی بکنید تا یک خدای بندگی ایشان کمک بکن. یه خواهر محترمه هم گوشتی که اگر یکی برای من کاری جور کن که من به هر حال یک شغل بلد من خیاطی آرایشگری هم من یک کارات انجام دیان و ایشی که یک منزل برای ایشان اگر که اجاره بی در خیابان جامع جمی تا که محل تحصیل آخر سال ظاهرا فکر کنن و هم بسیار برای ایشان عالیه بی چون که پول پیش و حساب و کتاب ندارند و برادران زاهدانی هم